این فریده نیست مگر؟ او ما رو دید. من هم همین رو میخواستم. فریده سرده، نزدیک نشم. گوش کن، میدانم که از من رنجیدی، اما با من گوش کن. اگر در وقتش میگفتی میفهمیدم. دیروز روزی گذشته، اما اکنون خیلی دیر شد. با خدا نمیخواستم که تو چنین آگاه شوی. من به شوهرم گفتم که با تو همش رو گوید. شما کاردار نشوید. این رو بینه، باز کاردار نشو میگوید. یاسین رو که از حبس خانه برآورده؟ من فرزندانی تو رو نگاهبین کردم، فهمیدی؟ از حبس خانه؟ من خبر نداشتم. او رو از حبس خانه گرفتم. من در بیمارخانه، پسرت در حبس خانه. تو با شرف خانه دار شدی. تو چه خیلی انسان هستی. با خود بیا فریده، شرمنده میشویم. تو مگر از شرمندگی میترسی؟ کورنمک افسون! فرزندانت رو گرفته از حیاتیمون نیست شو. از این پس وشمو یک تنگه هم صرف نمیکنم. افسون بس کن. با من نرس، با من دست نرسون شرف. تو دیگر با من کی میشه که دست میرسونی؟ یا تو از این آدمون دیگر یکون فرقی نداری. با من بیگانه ای. همسری تو آنه در اونجاست. با من گوش کن شرف، نخست گوش کن. این افتیدنی آخری نبود. دیگر نمی افتم، دیگر من رو عذاب نمی دیدی. Hiç almıyor bunlar, nasıl oldu? Yalan mı yeşerdi, yeminler mi soldu? Bir bir soldu kalbim, unut gitsin geçmiş acıları. Alev alev yanıp küle döndü yağmurlar, hep ağladım. Kaç yarın günlere döndü, ufukta kaç güneş söndü. Yüreğim kaç isyan gördü. Bekledim یعنی فرزندان مرا نگاه بین کردی؟ در نزد فریده مرا شرمنده کردی. آفرین افسون، قنزن. وقتی خوردن خوب بود، وقتی شنیدن باشد وزنین. ها مرا میزنی؟ ها شکر کن که تو را نکشتم. از این کاری کردت پشیمان میشوی.
دل مرا وسیع بگردان که دوست و دشمنم در آن جا بگیرم. به زبانم قلفی بزن تا سخنانی بد از دهانم نبرآیند. به چشمانم سیری و به دستانم برکت بده خدایا تا فرزندانم محتاج کسی نگردند. مرا همیشه با آدمانی روبرو بگردان که در راهی تو باشند. و هرگاهی که من به غفلت افتادم آنها مرا از غفلت آگاه سازند. خانم فریده؟ آقای عزیز، خداوند قبول کند. آمین. از شما را نیز. من رفتنیم. اگر خواهید شما رو هم برم. نه من خودم می روم. تشکر زیاد. خانم فریده، شما نادرست نفهمید، اما احوال شما خوب نمی نماید. اگر به شما یگان کمک لازم باشد. نه من خوبم. گوش کن، پگاه عید است. بر وقت خیسته نهاری آماده میکنی. شرف به نماز عید میرود. در یک ظرف کلان شیرینی های هر خیلی آماده کن. باز از مغازه رفته نخری. من آنها را دوست نمیدارم. پسرم خوش آمده. مادر بیاید میرویم. با کجا؟ پسرم به استراحتگاه میرویم. با خدا این سورپریز همیشه در فکرم بود، اما پسر دانایم، مادرت را به استراحتگاه میبری؟ با محله پیشینه امان میرویم. میخوای اول آنها را باید تبریک کنیم؟ خب میلش پسرم، میلش. چه تبریک؟ از اینجا میرویم، در آنجا زندگی میکنیم. مرا کشتنی پسرم، تو چه ها میگویی؟ این خانه زیبا رو ترک کنم؟ شما گپی مرا گوش کنید آخر. چیز چاره‌تان را جمع کنید. با افسون جنجال کرده ده؟ روز سخنهای خیلی قبیح گفت. من دیگر طاقت کردن نتوانستم. برایش یک شپاتی زدم. پسرم تو چی کار کردی؟ امروز دیوانه شدم مادر. آخر همش بالای هم میآید. از یک طرف فریده، از طرف دیگر افسون. با فریده چی شده؟ ما را با هم دید، همش رو فهمید. خیلی خوب شد. چرا زیق شده ای؟ همه این گپا رو مانند مادر. زود لباسهایتان رو جمع کنید. یگان چیزی افسون خریده رو با خود نگیرید. با چیزی آماده باشیم با همان میرویم. بیعقلی نکن. کار زود پس میشود. اکنون مسئله فریده حل خود را یافت. شما زن و شوهرت باز آشتی میکنید. کنی پسرم؟ من میروم مادر. پسرم ایستا. یک دقیقه ایستا پسرم. تو با کجا میروی؟ کنی گذشته شین. گذر شین پسرم. کمی آرام شو. شین پسرم. تو با کجا میروی ها؟ فکر میکنی به خانه پیشترمون برمیگردی؟ خانه‌مون از دست رفت پسرم، رفت. تو کرایه یک شب را نمیدونی پسرم، من میدونم. خیر، تو جای کار داری؟ نه، تو را در این سین و سال کی به کار میگیرد؟ باز رانندگی میکنی. اگر آن روز امضا نمیگذاشتی حالا از اینجا یگان چیزی برده میتوانستی. اما اکنون این طور نیست. هر چیز وقت و ساعت خودش را دارد پسرم، وقت و ساعت دارد. من نمیگویم تمام فرمانهای افسون را بجا بیار، اما باید آمادگی ببینی. آخر چیزی آماده کنی پسرم، برای آن که وقتی که افسون تو را دلگیر کرد در قد کوچه به مال و ملک نمانی. کنی زود رفته سر و رویت رو بشوی. مادرت به تو یک قهوه آماده میکند، نوشیده کمی آرام میشوی پسرم. میلش؟ کنی پسرم، کنی خیز رفته کمی آرام شو. کنی خیز پسرم. زیاد نشو پسرم. مادرت همه‌اش را حل میکند.
خوش اومدی یاسین. من افسون. سلام. پدر این خانم کیستند؟ پسرم، من با افسون. خاموش دوامش رو نگویید پدر. نباید این طور شده باشد. ایست پسرم، من پدرت گپش رو تمام کنم. چی ها میگوید بیبی جان؟ اکا التماس به من گوش کن. اپای افسون رو داری یادم داری؟ در خوردی مرا از این خانه گرفته بود. یاد داری؟ این خانم افسون تو رو تنها نه تمامی اویل ما رو گرفته است. من چی به عقلم؟ این خانه، این ماشین همش از آن اوست. نه؟ شما خودتان را فروختید. این طور نگویید. من و افسون یکدیگرمان را دوست می‌داریم. دوست می‌دارید؟ خیر مادرم رو چی؟ دیگر مادرم رو دوست نمی‌دارید؟ خیلی مشکل است یاسین، خیلی مشکل است. تو هیچ چیز رو نمیدانی پسرم. مشکل است. گوسفندهای خانگی خوراک خوب خوردند. نگاه کنه چه فربه. انا اینجا هم گوسفندانی نرز است. مرحمت گذارید بینید. خریده که یگان تشا گیرد پشیمان نمیشه. مرحمت انا این رش را انتخاب کنید یا اینکه انا اینش را بسیار خوب میشود. نه دنباش را بینید. مرحمت خوش کنید اکا. اکای کمال زود باشید، آخر همه بازارهای مال رو گشتیم. زود یکتایش رو انتخاب کنید رویم. پسرم باید خوب نظارت کنم. آخر ما گوسفند رانیه، باید گوسفند صاحبش رو انتخاب کنم. اکا این خیل باشد گوسفندی لازمه رو نمیابید. حالا میبینی از اینها یکتایش مرا انتظار است. باید به من یگان اشاره بکند. گوسفندی من رویش دیگر است، گوسفندی من بویش دیگر است. اکا با فکرم اشاره اومد. به خدا رویش رو کن نمیدونم، اما بویش دیگر بوده است. تو چه کار کردی؟ مگر همین طور شناس شدنم اون شرط بود؟ کنی بیا اینجا، بیا جانی من. با تو گفتم که یاسین کنی راگر کمش ماند. اکا چرا این گوسفند رو با ماشین بار نکردیم؟ در 2 دقیقه به خونه میرسیدیم. بس کنه، چرا با ماشین بار نکردیم؟ پای افضل رو شستن آسان، اما ماشین رو چطور میشیم؟ کنی راه گردی یا به امید یک گوسفند روز بیگاه شد. ابدی آخر تو 4 پا داری، خیلی هم رسیدیم گردید. پدر؟ اکا تو کجا شدی ها؟ چی شد امینه؟ احوال مادرم بد است. بیمار است؟ اویله دار شدن پدرم فهمیده است، با موگم نمیزند. بیا. اکا دارید.
مادر جان، میدونم خیلی مشکل است، اما این رو هم پسی سر میکنیم. همه یک جای پسی سر میکنیم. همین طور نه؟ اگر پدرم نباشند هم ما همین جاییم. من، امینه. شما باید به خاطر ما خود را به دست گیرید. باید سلامتیتان را نگاه دارید. معلش مادر جان. انا بینید امینه هم در همین جاست. او خیلی زیق می شود. مگر شما نگفته بودید که وقتی به چشمانی ما نگاه میکنید طبعتون خوب شده؟ قوه و نیروی تازه میگیرید. به چشمانی ما نگرید مادر جان. ما همین جاییم. التماس رو افتاده نشوید. کی این کار را کرد؟ پدرم کرد. دروغ. شما دروغ میگویید. حالا هم او را حمایه میکنید؟ با تو یکان چیز گفتند امینه؟ این کاری پدرم است؟ به خدا من نمیدونم، چیزی نگفت. من میدونم که این رو چی در فهمم. یاسین، افتیدم آخر، افتیدم. پیش پا خوردم و افتیدم. شما دروغ گفتن نمیتوانید مادر جان، ولی پدرم برای این کارش جواب میدهد. یاسین، 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 پسرم ایستو هست. برای خدا وعده میدهم که دیگر نامش را به زبان نمیگیرم. اکا التماس گوش کن، مادرم را گوش کن، زیق میشوند آخر. آقای کمان، اقلا شما بیش راهی او را گیرید آخر. این را شرف کردن؟ من به او نشان میدیم. پدر، باز شما سر کرده. بس سردید، صدی را هم نشوید. چه خیل صدی را؟ من هم میروم. بیا ماشین در خواهخانه راه گر رفتیم. یاسین، امینه، امینه زود به پدرت زنگ زن. اقلا او یکم بیعقلی نکند. خوش آمدید خانم افزون. از پسی کار اچه من جواب میدهم. گوش میکنم. الو اپا افزون، تلفنی پدرم خاموش است. اکم به خانه شما میرود، میترسم که جنجال میکنه. شد آرام شو. از چی میترسی؟ آخر امکی کمال هم همراهش است. میترسم که یکو ناخوشی روی میدهد. شد تو خاطر نشو. خوب شد که خبر دادی. من با پدرت خبر میدهم. آخر هممون انسانیم که البته با گپ هم دیگر رو میفهمیم. یکو ناخوشی نمیشود. نه تو خاطر نشو. هیچ چیز نمیشود. زیق نشو. فاطمه، در بیرون رو کشوده مون. مهمان می آید. خوب شده است. کلی کمی بیا کمی صحبت کنیم. شما حالا هم در اینجایید؟ این چی بیناموسی و بیغروری است؟ غرور کاری ابلهان است، اما با عقلان همیشه مصلحت کرده راه حل کارو میجویند. کنی بیا صحبت کنیم. درو محکم کن. به خدا با این جسارتی تو حیران شدم. امیدوارم که سببی دارد. در نزد جسارتی تو این چیزی نمی شود. من آدم را غرق کرده نمی توانم. من تنها با زبان کار میکنم، گپ میزنم. البته قاتل بودن این چیزی دیگر است. با سخنهای بیهوده را آغاز کردی. اگر بیهوده نباشد چی؟ اگر دلیل داشته باشم چی؟ آخر میگفتی که اثبات کرده میتوانی. دلیل داری؟ روزی گذشته آهسته
آهسته به او نزدیک شده خاموشانه تله دادی او را. بعد نگاه کرده خندیدی. از پیش خودت میبافی. همش دروغ است. ها میبافم. دیروز از من دلیل میخواستی. انا به تو دلیل کنی تو برای نکردن دلیل داری؟ نه من دلیل دارم. به همه نشان داده میتوانم. تو دیوانه شده ای؟ با من نگر. حاضر زود رفته از شرف بخشش میپرسی. اگر عقل داشته باشی با من خوب رفتار میکنی. از هر چیزهای میده و چویده فیل نمیسازی. نباشد به تو جزایت رو نشان میدهم. زود باش. خانم افسون کنی بینم. چرا این کار رو کردید پدر؟ چی طور توانستید که با مادرم دست بردارید؟ من این کار رو نکردم پسرم. من نزدم. نخواست رفتید. این هم نخواست می رود. زورتون به مادرم رسیده؟ بینید من در همین جایم پدر. من رو بزنید. من در نزدتون هستم پدر. من رو زنید. زنید. یاسین شرف را میکشن. یاری دهید. یک دیگر رو بخورید. زنید پدر. من رو زده میتونید یا شما فقط به زنها دست میبردارید؟ شد یاسین. شد بس است. او جزایش را گرفت. شد بس. خدا جزایت را دهد. به مادرت گوی که تو را با ما جنگ اگر یک بار دیگر با مادرم دست بردارید میبینید چیکار میکنم. و پدرم بودن نگاه نکرده شما را میکشم. فهمیدید؟ اگر یک عمر در حبسخانه پوشیده روم هم این کار را میکنم. فهمیدید؟ بس کن. شد پسرم شد. دفشم از اینجا. دفشم حال همی ساده است. دفشم از مادرم دور گردید. دیگر در اطرافی او شما رو نبینم. فهمیدید؟ پسرم روغه رفتی. شد یاسین. شد کنی بیا اینجا. سوار شم. شین. شد پسرم. آرام شو پسرم. شما رو قاتل میکنم. در آخر او را میکشم. خلاص میشم. چرا نگاه کرده میایستد کنی یک پیاله آب بیارد؟ گاوبری نگاه نکنه. هر کی بد کند با خود کند پسرم. همه ما رو نظارت دارد. به فکری تو کی پسرت رو چونین به غضب آورده است؟ ایست پسرم. بیار آب رو بیار. من مسئله فریده رو حل میکنم. او مرا فراموش کرده است. شرف تو رو زدند. افسوس زورت نرسید. افسون میدونم خیلی درد میکند. همین طور نه؟ من همچنین درد یافتم. خاطر نشو حاضر میگذرد. انا بین از من صحت شد. پسرم تو از زنها هیچ روزی نداشته ای که نداشته ای. باید چیکار میکردم مادر؟ آرام میستادم. او دیگر با ما هیچ کس نمیشود. میفهمید؟ دیگر با ما حقی نزدیک شدن رو هم ندارد. گوش کن. او پدرت است. گوشت رو از ناخن جدا کرده نمیشود. خواهی هم نخواهی هم همین طور هست و همین طور میماند. پگاه باز آدمان میگویند که این مرد پدر یاسین است یا اینکه این جوان پسر شرف است.
модар падари ман мурд, мисли амакам, мисли бобоям падарам ҳам мурд. ёсин бас кун. ака гӯш кун. чӣ шуда мина? ранҷидӣ? ба хонаи модар рандарат зада дар омадам ранҷидӣ? гӯш кун, дигар ӯро падар гуфтанатро нашунавам, фаҳмидӣ? ёсин, бас аст, дигар маро асабӣ накун. аз ин пас ҳарчи ман гӯям ҳамон мешавад. мехоҳӣ маро боз ба ғам гирифтор кунӣ? боз ба ҳабсхона рафтан мехоҳӣ? мехоҳӣ ки пеш аз мурданам маро зинда ба гӯр кунӣ? модар, шумо аз куҷо? кӣ гуфт? аз куҷое ки шунида бошам шунидам. акнун ин муҳим нест. ту ҳоло ҳам писари ман ҳастӣ. ӯ ба шумо гуфт ҳамин хел? гӯш кунед, ӯ барои фоидаи худаш ҳамаро мефурӯшад. ҳатто писарашро фурӯхтааст охир. гӯш кун, касе ба инсон аз худаш дида бештар зарар намерасонад. накун. ақлатро кор фармо писарам. вагарна ҳаётат барбод меравад. он гоҳ ману амина ҳам ба ғам гирифтор мешавем. ту ку инро намехоҳӣ писарам, ҳамин хел не? мехӯрӣ? писта дорад. خیارت. شما چیکار کردید پدر؟ چیکار کردم دخترم؟ با او حلوای پیستادور میدیم. این رو نمیگویم. ما شما رو برای من کردن یاسین فرستادیم. شما باشید پیش از او جنگ رو سر کردید. البته سر میکنم. کارش به جواب میماند. فریده را به صاحب گمان کرده است. اکنون میفهمد که به صاحب نیست. با کسی اجازت نمیدیم که فریده را آزار ده دخترم. نه فریده را نه فرزندانش را. چی شد دخترم؟ شکر که چونین پدر دارم. پسرم یاسین، یاسین کنی خیز پسر زیبای من، خیز. انا بین کرتا و شیمت رو درزمال کردم. امروز همراه اکای کمال به نماز می روی. خیز جانم. مادر چه نماز؟ یاسین امروز عید است. کنی زود خیز رفته طهارت بکن. خیز پسرم. مادر این شرط است. یاسین در اون خانه که من بودم مرتا به نماز عید می رفتند. این باید دوام یابد. خیز. من چی کارها کرده ایستادم؟ خدا دریده است. یک دمیست من حاضر میدویزم. نه مادر جان، است لازم نیست. اکی کمال رو زیاد انتظار نکنیم. اما این خیلی خنک میخوری پسرم. تو انا این رو پوش پسرم. من این رو دوخته میمونم. تشویش نکشید مادر جان، لازم نیست. مگر ندیدید گریبانش، آستینش همش دریده است. پاره پاره شده است. مانید. آماده شیر بچه؟ بله آماده هم. رفتیم. خیر. اینقدر زیبا شدی پسرم. خدا از چشمی بد نگه دارد پسرم را.
مادر پیر شدم و حالا با من چنین رفتار میکنی؟ تو حالا جوانی پسرم. کاش چشمت کبک بره. به خدا اگر یگان زنی دیگر میشد بالای سر میکرد. این باشد حالا هم خواب است. نه اید را میداند و نه نماز را. خیر مادرم، من رفتم. خیر پسرم. السلام علیکم. و علیکم بر سلام. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. تشکر. عید مبارک. مبارک شد. مبارک شد. مردم بسیار جمع شده است. چیکار میکنی پسرم؟ انتظار میشم اکا. شما روید نماز را خوانده بیایید. امروز نماز عید است. خیلی دکا. مگر احوال ما رو نمیبینید؟ گویا چیزی برای خرسندی داشته باشیم. پسرم، 2-3 روز پیش در بالای سر مادرت گریان و نالان میگشتی. انا بین او صحت شد و پا خیست، شما را صاحبی کرد. شکرش رو بجا بیار. خب میلش اکا. در آمده بجای من شما شکر کنید. با فکر ما از مشکلی ها نمی برایم. تا وقتی این یک رویت با توست ما عذاب زیاد می کشیم. شرف پسرم خیز، از آن را نشنیدی مگر؟ و برادرانت خبر ده روزی عید صبح بر وقت از خوابستان بازی می آید. کنی پسرم زود باش. بله. یاشر خیز. یاشر از آن گفتم. مهلش کنه دیگر خوب کنم حوزه میخیزم. خیز آفرو. امروز عید است همین که خواب میکنی. مهلش حوزه میخیزم. امیر
بیدار شو. از آن گفتم. مالش خستم. روز بخیر. روز بخیر. یشار در کجاست؟ مگر نمیدونی؟ همین جایم. آفرین یشار. باوری نداشتم که بر وقت میخیزی. آخرین روز عید است. باید بر وقت میخیزم. پسرم کنی زود باشه، دیر میکنی. Geçmiş acıları alev alev yanıp küle döndü. Yağmurlar hep ağladı. Alev alev yanıp küle döndü. Yağmurlar hep ağladı. Kaç yarım günlere döndü. Ay مادرجان زیخ نشوش. کنی دستتون رو ببوسم. بیبوس جانکم بیبوس. بیا بیشترم. ایدتون مبارک. ایدت مبارک. مبارک باشد. ایدتون مبارک باشد مادرجان. تو هم مبارک. انشالله دردهای تموم میشد. آمین انشالله از همه. ایدت مبارک. ایدت مبارک. ایدت مبارک. انشالله سالی به درد غم باشد. مبارک شد امیر. رفتیم بسری دستم. کنی رفتیم. Yüreğim kaç isyan gömdü. ایدتون مبارک باشد. و شما از شما و همه مبارک باشد. مبارک باشد. عید مبارک باشد. و شما هم مبارک باشد. خداوند قربانیتون را قبول کند. تشکر. و شما هم قبول شد. یشار برادر عید مبارک باشد. عید تو هم مبارک. خوب هستی؟ پدر لبای پسر، شما چی رو انتظارید؟ مادرتان در خانه صبحانه را کیوان آماده کرده است. میلش کمی انتظار شود. امروز به دیگه جا میرویم پدر. به کجا؟ مگر امروز عید نیست؟ بله. این طور باشد رفتیم. شرف این تویی؟ سلام اکا رضا. از دیدارت شدم. یاد کرد این جایها را؟ بله اکا رضا. خوش آمده پسرم.
برادران اهل اسلام، دلهای مردمی با ایمان در روز عید پر از شادی و فرح می شود. این عید را هر بنده مومن با هیجان و محبت خاصه پیشواز می گیرد. در این روز برادران اهل اسلام به سر منزل گذشتگان خود برای دعا خواندن می روند. بیماران را خبر می گیرند. با خاندان خویش و تبار و دوستان می روند. عید قربان دارای خصوصیت‌های خاص خود را می باشد. این عید مثل مهمان سال یک مرتبه به خانه ما می آید. با آمدن خود به ما فیض و برکت و شادی نشاط می آورد. مردم مسلمان با دل صاف و بی‌آلایش و فرح این عید را پیشواز می گیرند. عید قربان عید قرب یافتن و نزدیک شدن است. در روز عید آدمان به هم قهری آشتی می کنند و یکدیگر آغوش خود را وانموده کینه‌ها را از دل دور می‌کنند. دل‌های شکسته را تعمیر می‌کنند. به صغیران و برجاماندگان کمک می‌کنند. راه و کوچه و محله‌های و خانه‌های خود را تعمیر و تازه و آزاده نگه می‌دارند. دعای پیران را می‌گیرند. برادران مسلمان، اگر دل را رنجانده باشید بروید و آن را به دست بیارید. اگر دست را خالی گذاشته باشید آن را بگیرید. این باری گران را از پشت خود خالی کنید. صبح خیر اپا جان، اینها را گیرید. خداوند قبول کند. سلامت باشید اپا جان، عیدتان مبارک باشد. تشکر پسرم. اپای گلشن. اپا جان، به شما تحفه عیدانه آماده کردم. مرحمت. ای لازم نبود آخر، خودت را زحمت دادی. کی به تحفه را جنگ نکردم. هیچ گپ نه اپا جان، این سنت است. در سایه نقص باشید. تشکری زیاد پسرم. سلامت باشید. سیلا بیدار شد؟ هدیه هایش را دید؟ اگر بیدار میشد همین خیلی آرام میایستاد. اینطور باشد بیاد او را بیدار میکنیم. رفتیم. اپای گلشن، چه خیلی پای افضال زیبا بود است. این را کی آورده باشد؟ این پای افضال شما است؟ مگر پاهای من همین قدر خوردم؟ به فکرم کسی این را فراموش کرده است. کی میداند کی از کیست؟ ای اکنون این را با کی پوشانیم؟ پای افضل سرخ است خرید پدر جان. مگر می شود که دخترم خواهش کند و من نخرم؟ کوگیر؟ ای پای افضل سرخ چقدر به دخترم میزیبد. و مادرم هم معقول می شود. امروز عید است، مادرم هم می آیم پدر. اپای فریده، زحمت کشیده برای ما نهاری تیار کرده. این طور نگوی، چه خیلی زحمت. خواستم که این صبح همه یک جای نهاری خوریم. امینه دخترم، تو یگون چیز نمیخوری؟ گرسنه نمونی؟ چه خیلی گرسنم مادر. چشمم رو گشوده نمیتوانم. رفته که هم پر دیگر خواب روم. امینه چه خیلی رفته خوب میروی؟ این روز کارمون زیاد است. بچه ها قربانی میکنن، تازه کردن و شستنی آن در گردن ماست. آخر امروز عید است. آه مادر جانی من از قربانی کردن چی را میفهمم. کاش به جای یکی کمال یگان قصاب رو دعوت میکردیم. قصاب؟ وقتی من در این جایم چه خیلی قصاب؟ حالا شما کمال رمبا را میبینید. کار درشت میبرارم، انگشتانم را به جانب گوسفند دراز میکنم، یک پیش پا و گوسفند در زمین خواب. روده و اشکمبش، پوستش، گوشتش سه قسمی علاهیده می شود. گوسفند از کاری من حیران شده می گوید آخر کمی پیشتر در اینجا علف می خوردم، اکنون به چه حالت افتادم؟ خوبش من سپیرت و پخته رو آماده کنم، باز مثل سال گذشته نشود. در سال گذشته گوسفندی بهتر بیافتید.
میبخشی به حیوان شین گفتی باید شیند وای باشد مرا از پسش دواند. دخترم افسوندار کجاست؟ آن کس خوب خسته نمیخواهند. آن عیدهای پیشین کجا شدند؟ آن خنده سرور و شادی ها کجا شدند؟ گذشته رفتند. آقای خیردین، ما رو پرتافته رفتی، بعدی تو خار شده. آقای شرف قصاب آمد. گوسفندی قربانی رو کشته گوشتش رو آورده است. حاضر می آیم. پسرم به دست یگان کس به محله پیشینمون گوشت فریست به کمبغالان دهند. امروز علی ریزا رو در مسجد دیده بودی، به او هم فریست. به فکرم بیچاره امسال هم قربانی نکرده است. میلش میفرستم. عید مبارک آقای شرف. تشکر به شما مبارک. گوشتا رو چکار کنم؟ دو بار خلطه‌اش رو در اینجا مانید، باقی مانده‌اش رو تقسیم کنید. من سراغه ها رو میدیم. خوب شده است آقای شرف. اکنون این برگک سبز را همچون تحفه از ما قبول کنید. آقای کمال چرا زحمت کشیدید؟ لازم نبود آخر. نه خیلی زحمت نیست. آخر عید است، تحفه سنت است. یاسین، شعر بچه، این شیمو کستوم از آنی توست. شیمو کستومی من؟ امینه، اینش برای تو. انشالله به تو معقول می شود. تشکری زیاده مکی کمال. اپای فریدش، این رو آسیه برای تو خریده است. تشکر، لازم نبود. آخر ما رو در خجالت گذاشتید. توبه، چه خیلی خجالت. چی رنگش به تو معقول نشد؟ نه، گپ در رنگش نیو. این طرزی لباس پوشی من نیست، اما در خونه می پوشم. تشکر. خیلی زیباست، خیلی زیباست آسیه جان. تشکر. آسیه جانی من، رنگ دوست داشتم. تشکر زیاد. اکی کمال اندازش موافق است؟ البته موافق است. چشمی من خوب به نظر میگیرد. برداشته نگاه کردم، گفتم شد. این برای یاسین موافق است. آخر جسممان به هم مانند است که برای همین مشکل نبود. درست انتخاب کردم. بله. نه یک جسه شما از من هم کلانتر است. قد و قامت شما، جسم، چهره. من کجا و شما کجا؟ یک به خودتان نگاه کنید. آسیه، دخترم زود کارت ها را آماده کن. رفته قربانی همان را بجا آریم. بعد رفته قربانی همسایه ها را هم آماده کنیم. آخری دست کو با دیگران کمک کردن ثواب است. یا الله، یا الله. کنی پسرم یاسین، زودتر قربانی را بیار.
ака читавр биёрам, магар намебинед инро идора карда намешавад? падар, якравӣ накунед, қасобро ҷиғ занед. چه خیل قصاب دخترم مگر نگفتم که من خودم حل میکنم. من خودم میبرم. نیگوسفند جان من کنه بیا 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 یک روی نکن یک روی نکن. ابله تو مرا هم زدی. من را هم زده. یاسین دارو را میگوریزد کنیزو داشت یکی کمال شما چکار کردید؟ دارو را دار اپای فریده با فکرم این عید قربانی نمیکنیم. ای خدا کمی دیرتر میبریم. قربانی رو انتظارم. مادرم با فقیران گوشت تقسیم میکنند. بعد بر آمده میرویم. به انطالیا میرویم. خودت میدونی که مادرم کمی عصبی است. او عصبهایش را آروم میکند. من باشم به سیر و گشت میبرایم. امینه من دیرتر به تو زنگ میزنم. خیر تو چرا به دوگانه دروغ گفتی؟ مگر از خردیت به تو نگفته بودم که دروغ ضرر دارد؟ نگفته بودم که در یگان حالت دروغ نگوی؟ تو دروغ گفتن رو از کی آموختی دخترم؟ آخر مادر همسیفانا به استراحت میروند، اکثرشون به خارجه. چی من گویم که استراحتم را در یک بیرونه گذراندم؟ امینه نخود این سخنان رو من از دهان تو میشنوم. دیگر این رو نشنوم. فهمیدی؟ دیگر نشنوم. ما همین خیلیم. چه خیلی که باشیم همین خیلیم. مجبور نیستیم که با دروغ دیگران رو به خود جلب کنیم. خواهند ما رو با همین احوال دوست شمارند. این طور باشد یگان همسینفم با من دوستی نمی کند. همین رو میخواهید؟ من خودم در یک مکتب کلان تنها بمانم. این چه خیلی مکتب بوده است؟ تو در کدام مکتب میخونی؟ مکتب شخصی است در مرکز. دوگانه هایم یک لباس رو دو مرتبه نمی پوشند. راننده شخصی دارند. من هم داشتم. آخر چی طور با آنها در چنین جای زندگی کردنم رو گویم؟ بعد از این تو رو با مکتب دیگر میگذرانم. نه من با دیگر مکتب نمیروم. امینه تو در یکی از مکتب‌های اینجا میخونی. مبلغی ما با اون مکتب نمیرسد. به این هم پول‌های دادهشون بیهوده رفته است. در آنجا به تو هیچ چیز را نآموزاندند. آدمیگری را نآموزاندند. حیف، صد حیف. از تو چنین امید نداشتم دخترم. من نمی نوشم. به این هم با بیرون می برایم. با این تبریک نکرده با کجا می روی کلین؟ دیروز ما با شرف یک دیگر رو تبریک کردیم. همین طور شرف؟ این چیست؟ کسی کلیدش رو افتونده است. کنیده. این رو پرتو. دیگر با آنها کلید لازم نمی شود. به این هم در قدی کوچه می مونم. با کجا می رویم خانم؟ برای خورسند نمودن کودکان. یک کودک رو رفته خبر می گیرم. اکا آخر ما کاری خطا میکنیم. این گوسفندی ما نیست. پسر من گوسفند را نمیشناسم. از بویش معلوم است. خیر کمی تر شده است. تو هیچ کم نیه راگرد. اکا این گوسفندی ما نیست. گوسفندی ما گریخت. یک بار به این خوب نگاه کنید. این دیگر است. تو هیچ چیز را نمیفهمی. او را نشناسیم گفته پوستش را عوض کرده است. اکا به خدا ما را حیران میکنید. مگر میتونیم گوسفندی را که نخریدیم قربانی کنیم؟ این را بین حالا هم گپ میزند.
یاسین من با اجازت خدا این حیوان را قربانی میکنم. راگر مایلش. او در اینجا چیکار میکند؟ کاری تو و او با آخر نرسیده بود؟ بله اکا، اما نمیدانم که باز چرا آمده است. حاضر میفهمیم. وای همشهر چی حال داری؟ دیسکت حالا هم نبرآمده است؟ نه نبرآمده است. خواطر نشو، برآمد به تو تحفه میکنم. من خیلی خرسند میشوم. چی شد؟ اون شب مثل فراری ها گریختی؟ به فکرم خوب مهمانداریت نکردن. چیکار کنم؟ هیچ گپ نی. دفعه آینده میشود. در اینجا چیکار دارید؟ مگر مسئله رو بین خود حل نکردیم؟ ایستا زود به غضب نهای. چنانه گفتند دوست کهنه دشمن نمیشود. گوشت تقسیم میکردم. خواستم تو و مادرت را با عیدتان تبریک کنم. گنگ گوشت ها را بیار. لازم نیست. به احتیاجمندان دهید. یاسین دوست شما نیست و هیچگاه دوستتان نبود و نمی شود. از ناعلاجی به نزدتان رفته است. شکر که او بی صاحب نیست. مادرش در برش. دیگر نه به شما و نه به شما بر اینها احتیاج ندارد. وقتی چنین مادر داشته باشد به دیگران چی احتیاج میماند؟ تشکر که مرا فهمیدید. اکنون از اینجا روید. دیگر به اینجا نآیید. قرضمان رو برمیگردانیم. بیا رفتیم. خانم را زیاد ناراحت نکنیم. اگر قرض را زود سپرده میتوانستید. رفتیم نیست. اینها برای شما نیستند. بچه ها مهمان را ناراحت نکنید. به این طرف گذارید بچه ها. خوش آمدید. عید مبارک. با شما هم. یگان کس رو میجویید؟ نه همین خیل. اینها خیلی شیرینکند. اگر خواهید هدیه ها رو همراه تقسیم کنیم. برای همه‌تون آوردند. نام تو چیست؟ خیری.
رفتیم.